دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان روز پنجشنبه 22 میلیون سال 2023 ایامبیکوف رشید عبدالرحمانویچ برابر خردی طالب ایامبیکوف یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه مختار واقع در شرق تاجیکستان را به 10 سال زندان محکوم کرد. در این باره ژورنالیست انوره سرکارова که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. مقامات دادگاهی بدخشان تا کنون نتیجه های مرافعه پرونده دادر طالب ایامبیکوف را رسما شرح ندادند، ولی انوره سرکارova با تکیه به منابع خود خبر داد که دادگاه رشید ایامبیکوف را بر اساس ماده 187 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان در عضویت در سازمان جنایتی گناهکار شناخته است. مقامات تاجیکستان لیدرهای غیر رسمی بدخشان را سرکردگان گروه‌های متشکلانه جنایتی و پیروان آنها را اعضای سازمان‌های متشکلانه جنایتی می‌شمارند. انوره سرکارova نوشت که به ضد رشید ایامبیکوف اتهامات دیگر نیز اعلام شده بود، ولی تفتیشات آن اتهامات را با دلیل‌ها اثبات کرده نتوانسته است. رشید ایامبیکوف آخرین برادر در آزادی باقی مانده طالب ایامبیکوف یک راننده عادی در بیمارخانه یوری تاجری در خورغ بود و به گفته نزدیکانش به اعمال برادر پرنفوذش یگان ربط نداشت. او را کارمندان امنیت روز 4 اپریل سال جاری در نویه درواز دستگیر کردند. بنا به اطلاع انوره سرکارova رشید ایامبیکوف همسرش را که بیماری دل داشت و بعد بازپرسی‌ها در ریاست امنیت بدخشان احوالش بد شده بود برای معاینه طبی به دوشنبه می‌برد، ولی کارمندان امنیت هر دو را از ماشین فراورده به خورغ بردند. یک منبع پایگاه خبری بامداد قبلا گفته بود که رشید ایامبیکوف در پی چند بازپرسی از ترس بازداشت میخواست ولایت را ترک کند، ولی دستگیر شد. رشید ایامبیکوف الکی نفر دوم از عائله در گذشته پرنفوذ ایامبیکوف است که در یک سال اخیر محکوم به زندان شد. انوره سرکارova اسم 8 نفر از ایامبیکوف های زندانی شده را نشر کرده است. طالب ایامبیکوف 56 ساله رهبر این خانواده و لیدر غیر رسمی بدخشان به حبس ابد محکوم شد. غلامعلی عبدالرحمانوف 33 ساله پسرش به حبس ابد محکوم شد. حسن علی عبدالرحمانوف 25 ساله پسرش به 20 سال زندان محکوم شد. محمد علی عبدالرحمانوف 29 ساله پسرش به 15 سال زندان محکوم شد. عاقلشاه ایامبیکوف 43 ساله برادرش به 30 سال زندان محکوم شد. عنایتشاه ایامبیکوف 58 ساله برادرش به 30 سال زندان محکوم شد. محمد امان ایامبیکوف 33 ساله جیانش به 10 سال زندان محکوم شد. قربانجان ایامبیکوف 34 ساله جیانش به 10 سال زندان محکوم شد. محکوم به زندان شدن 10 عضو خانواده ایامبیکوف در حالی است که طالب ایامبیکوف به فرق از باقر یا محمد باقروف یک لیدر دیگر غیر رسمی بدخشان در اعتراضهای تیرماه سال 2021 و بهار سال 2022 موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بود. سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند. مقامات آنها را اعضاهای گروه متشکلانه جنایتی مینامد. حامیان حقوق مقامات تاجیکستان را به استفاده بیش از حد نیرو و سرکوب بیرحمانه اعتراضهای آسایشته در پامیر عیبدار میکنند و پیوسته از دوشنبه طلب دارند که به تعقیب فعالان بدخشان و نزدیکان آنها نقطه گذارند.